شعبه تفتیشات شهر پریازیورسکی ولایت لنینگراد روسیه به سنجش حادثه استرزه قبط سیوم بنای استقامتی افتادن و جراحت برداشتن یک کودک از عائله مهاجران تاجیک شروع کرده است. این حادثه روز 19 نوامبر ساعت تقریبا 14:30 در یک بنا در کوچه سنترال نیای شهرک گرومووا روی داده است. گفته می شود پدر این کودک 29 سال داشته ماه مارت از تاجیکستان به روسیه به جستجوی کار آمده است. روز 18 نوامبر همسر 25 ساله او همراه پسرشان سال تولدش 2017 نیز از تاجیکستان به اینجا می آیند و منزلی را در شهرک گرومووا به اجاره می گیرند. روز 19 نوامبر همگی یک روز بعد از تاجیکستان آمدنش کودک بر روی تیرزه خانه برآمده توری را که به ضد خاموشکا گذاشته بودند زیر می کند، ولی تور به وزن کودک تاب نآورده کنده می شود و کودک همراه تور به زمین می افتد. ریاست تفتیشات ولایت لنینگراد خبر داد که در حال حاضر کودک در بیمارستان قرار داشته و وی کمک طبی رسانیده می شود. رسانه های محلی خبر دادند که طفل مهاجران تاجیک را در بیمارستان ولایتی در شهرک پتربورگ بستری کردند و طبق تشخیص طبیبان این کودک از قسمت سرش جراحت وزنی برداشته، ششش هم آسیب دیده است و ستو موره شکسته است. این عائله مهاجران تاجیک که دچار چنین فلاکت شد در گرومووا مثبت توصیف کردند. در گرومووا حدود 800 نفر زندگی میکنند. این شهرک در حدود ناحیه پریازیورسک در تقریبا 130 کیلومتری شمال شهر سنت پتربورگ در نزدیکی ساحل کوه لادوگا جایگیر شده است.